بازسازی این پیکان جذاب رسید به مرحله آماده سازی برای آستر. چون قرار بود از سفید به قرمز تغییر رنگ بدیم، این رنگ قرمز خوش رنگ براش انتخاب شد. تمام لوازمایی که از روی پیکان باز کردیم همینجوری انداختیم تو اتاقش. الان که پشت پیکان میشینی حالت از هر چی ماشین و پیکان به هم میخوره، ولی آخرش واقعا قشنگ. لابلای این همه کارهای پیکان رفتم میلدنده پیکانو بلند کردم. الان میبینیم چند سانت بلندتر. این که چوری بلندش کردم اصلا نبرد. یه باگی که داره دندقه‌اش میره تو زانوی شاگرد. الان فرمون و سردنده دقیقاً توی خط. ماشین تمام قسمتایی که موج یا ایراد داشت بتونه خورد و الان باید یک سنباده بخوره و تمیز شه که فردا قرار آستر بخوره. این ماشین 2 هفته طول کشید به این مرحله برسه. مرحله اول که خریدم این شکلی بود. روز اولی که بردم پیش صافکار این شکلی شد. بعد 1 هفته که پیش صافکار بود این شکلی شد. همون روز از صافکاری آوردمش نقاشی که این میشه روز اول نقاشی و به ترتیب روز دوم نقاشی، روز چهارم نقاشی و اینم روز ششم نقاشیش که همین الانه. شاید برای جالب باشه که بدونی آستر رنگ قرمز صورتی، یعنی پیکان صورتی فعلا داره. فردا که قرار این پیکان صورتی بشه، پس فردا قاعدتا بعد بره کوره و قرمز شه. ماجرای این پیکان تا روز آخری که لوازمش بسته میشه ادامه